یک دقیقه سکوت به احترام یوهان کرویف، بازیکن ارزشمند باشگاه بارسلونا و تیم ملی فوتبال هلند، در ابتدای مسابقه برگزار میشه. ببینیم چه اتفاقاتی در این مسابقه در ورزشگاه نیوکمپ رخ میده. در میان صدای کرکننده طرفداران حاضر در ورزشگاه. براوو. حالا موقع بازیکن بارسلونا 2 در برابر 1 هستن. نیمار پاس میده و گل نکرد. چه توپی رو گل نمیکنه لوئیس سوارز. چه 2 به تک پاس داد بهش. و اینجا اولین بازیکن اخطاری استاد کارت گرفتن توی داربیاست، یعنی سرخیو راموس. خب ضربه دروازه که آفساید نیست، این که درسته. آفساید که قطعا نیست. روی این خطا، اینجا رو خطا میگفتن خالی کردی، خالی هم کرد اونجا سوارز. 2 به تک و اینجا پاس داد نیمار و نتونست دروازه رو باز کنه لوئیس سوارز. تمیز منطقه بازی به سمت راست، دنی آلوز توپو در اختیار گرفته، پاسو میندازه، هر عالی توپو رها میکنه. سوارز میبره به سمت چپ، موقع برای نیمار، رو به بیرون، این ضربه از اینیستا تو برگشت داده میشه. یه بار دیگه چقدر خشن شده، همینجوری دارن میزنن. دومی هم میتونست آوانتاژ بده، کارت زرد اخراج شد. این لحظه است که خطای کارواخال گرفته شد. نیمار و مسی پشت توپ قرار گرفتن. دقیقه 18 بازی. کیلور نواس در دروازه 27 متر فاصله توپ با دروازه. مسی میزنه، ضربه رو خوبم میزنه، توپ از بالای دروازه به بیرون میره. نواس 4 بازی در برابر بارسلونا انجام داده، هرگز پیروز نشده، 13 تا هم گل خورده. چه قبلا که در لوانته بود و این فصل اولم که با همین تیم رئال مادرید. حالا توپ رو با خوب موقع بازیکن بارسلونا، راکیتیچ، سوارز، دوباره خود راکیتیچ، این ضربه با پای چپ توپو در میاره کیلور نواس. نیمار توپ از خط عبور کرد، فکر کنم اوت شد تو. بله اوت شده. راکیتیچ دوباره مثلث ناکه چجوری هست در زمین. مسی و توپی که در محوطه جریمه دوباره میاد، نشون میده چقدر نزدیک بوده به صحنه. حالا سر صدای تماشاگران بارسلونا رو بشنوید. و حالا شاید دستمالهای سفید هم می‌بینید در بین تماشاگرها دارن تکون میدن به نشانه اعتراض به داور. بازی رو دنبال میکنن بازیکن رئال مادرید. اگه در سمت راست دوستان توپ از کریس رونالدو وارد محوطه میشه. کریس رونالدو و توپ براوو برمیگردونه. کارواخال سانت بلند و روی دروازه. بیل میکنه برای بنزما، کریم بنزما. حالا بیل در محوطه جریمه و توپو به آسمان میزنه گرت بیل. حالا میتونیم حرکت ببینیم، اینجا خطا فکر کنم بود ولی بیرون. خود بیل. حالا بی بی سی در موقع حمله قرار گرفته، میبره به سمت چپ. کریس رونالدو دوبار آوانتاژ نمیده، خطا رو اعلام کرده به نفع تیم رئال مادرید و کارت زرد برای ماسکرانو. این لحظه است که پاسو داد، دوباره میتونست آوانتاژ بده ولی همون موقعیت ضربه زدن برای تیم رئال مادرید موقعیت بسیار خوبی است. پشت توپ 26 متر فاصله توپ با دروازه. رونالدو ضربه رو میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. اینیستا عالی کار میکنه. آندرس اینیستا مقابل نیمار. سوارز هم محوطه جریمه است، توپ فرستاده میشه روی دروازه، از همه عبور میکنه. دنی آلوز شوتی که از بالای دروازه بیرون میزنه دنی آلوز. توپی که نیمار فرستاد روی دروازه، راکیتیچ رها کرد و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. فقط از سمت راست توپ میاد روی دروازه برای کریس رونالدو. توپ بعدی هم فرستاده میشه. بنزما کجا زد ضربهشو کریم بنزما. اولین کوردر این بازی رو از سمت راست تونی کروس بر روی دروازه بفرسته، بلند روی دروازه. این ضربه سر در دهانه دروازه و داور قبلش اصلا خطا رو گرفته بود به نفع بارسلونا. دو سه نفرم روی زمین افتادند.
این لحظه است که خطا گرفته شد. راکیتیچ موقع بازی کنه بارسلونا، این شوت از کنار دروازه ایوان راکیتیچ به بیرون میزنه. حالا زدن به تیم رئال مادرید، مودریچ میبره به سمت چپ، پاس مارسلو، کریم بنزما یک لمه رو برداره، موقعیت بسیار عالی ایجاد میشه و نمیتونه و این شوت محکم از مارسلو که بعد از برخورد مدافعان تو به بیرون میره. یارگیری نفر به نفر در محوطه جریمه، اما توپ کوتاه کار میکنه. مارسلو موقع به مودریچ، شوتزن هست، ضربش به مدافعان که نه در واقع به بیل میرسه، آفساید هم نگرفت کمک دار، برای همین خیلی شاکی هستن طرفدار بارسلونا. این لحظه است که خیلی آفساید بود. بیل تو هم به بیل رسید، تصویری که نشون میده چقدر آفساید بود که آفساید هم نگرفت کمک داور. مسی داور آوانتاژ داده، مسی، سوارز، مسی، این ضربه از او و عالی توپو در میاره نواس. یه ضربه استادانه از لیونل مسی که کیلور نواس ریسک هم نکرد، رفت سمت توپو در آورد از گوشه دروازه. این ضربه نرم مسی گل هم میشد، توپ در چارچوب بود. این ضربه عالی لیونل مسی است که کیلور نواس با یک شیرجه سریع و با دست راست توپ راهی کورنر میکنه. راکیتیچ از سمت راست باید توپی دروازه ارسال کنه. راکیتیچ یه موقع این ضربه ایستانه توی دروازه پیکه حساب کارو 1-0 کنه به نفع بارسلونا. سومین کورنر براشون گل به همراه داشت. جرارد پیکه 1-0 بارسلونا رو جلو میندازه. چقدر خوشحال پیکه، سانت عالی راکیتیچ و پیکه ای که بازم در ال کلاسیکو موفق به گل زنی میشه. با نگاه میکنه این توپی که میاد روی دروازه عالی بلند شده، ضربه سرش زد، یا همسرش نیومده ورزشگاه یا خوشبختانه کارگردان پیداش نکرده که داریم تصاویر رو عیناً تماشا میکنیم. ضربه سر جرارد پیکه حساب کارو 1-0 کرد به نفع بارسلونا. عالی بلند شده، ضربه سرش زد، توپو خوب از اونجا در میبرن به سمت چپ زمین. موقعیت بازیکن رئال مادرید مارسلو عالی توپو داره جلو میبره. مارسلو موقعیت، این ضربه توپ میاد به دهانه دروازه و توی دروازه کریم بنزما حساب کارو 1-1 مساوی میکنه. اولین ضربه در چارچوب فکر کنم برای تیم رئال مادرید گل رو به همراه داره و کریم بنزما گل میزنه که هر وقت گل زده رئال نباخته. حساب کار 1-1 مساوی میشه. عالی کار کرد مارسلو، نکنید چه کرد، اینجا یه با کف کشید، توپو برد سمت راست، این توپ به دهانه دروازه، پیکه پرید و به توپ نرسید و بنزما کارو تموم کرد. 1-1 مساوی. بوسکتس یه پاس در اون موقع به بازیکن بارسلونا و در دهانه دروازه، اصلا آفساید گرفته شد از نیمار. مودریچ میبره به سمت راست، حالا کارواخال در این سمت عنکبوت چقدر زیادن رئالیا، خطرناکی نکرد برای بازیکن رئال مادرید. کریم بنزما، کریستیانو رونالدو هست، یه ضربه یه پای چپ و توپو میگیره. براوو. مارسلو در برابرش هست، سانت انجام میشه روی دروازه، مسی میکاره این ضربه پای چپ، تو در بین راه به نیمار هم خورد و به بیرون رفت. خیلی خوب این کار انجام میدن، خسته میبرن به سمت چپ. موقع به بازیکن رئال مادرید هست، کریستیانو رونالدو، ضربه او بلوکه میشه و چه تکلی زد اونجا ماسکرانو، توپم رسون به آندرس اینیستا. دوباره در سمت راست مسی، توپو میندازه به سمت راست، موقعیت، این ضربه دیدنی، خیلی خوب زد این شوتشو لوئیس سوارز. توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. با هم نگاه میکنیم پاس در عمق که انداخته شد از مسی
از زاویه بسته ضربه رو زد. حرکت بازیکن رئال مادرید موقع است برای بازیکن تیم مارسلو دوباره پا به توپ شده. کریستیانو در کنارش هست، خود مارسلو، رونالدو سانت بلند و روی دروازه بیل، این ضربه ایستانه گل دوم برای رئال مادرید توسط گرت بیل. دقیقه 80 رئال مادرید حساب کار 2-1 میکنه، ولی نه، مثل که هول داده کسی باورش هم نمیشه این اتفاق رخ داده. گل مردود اعلام شده. بیل مغموم و ناراحت برمیگره، با هم نگاه کنه آفساید که نیست. خطا گرفتینو. این لحظه که بلند شد ضربه سر بالاتر جوردی آلبا زد، توپم رفت در درون دروازه. خیلی سختگیران است گرفتن خطا تو این صحنه. بازیکن رئال مادرید توپو پیش میبرن. مارسلو رو به بیرون، کریس رونالدو در محوطه جریمه، توپ ساییده شد به تیر دروازه و به بیرون رفت. مارسلو این شوت کاتدار و توپی که بله خورد به تیر دروازه و به بیرون رفت. اوه چیکار میکنه زیدان. یه ذره رئال بیشتر دویده. موقعیت بازیکن این تیم و توپی که دور میکنه جوردی آلبا. دقیقه 83 مسابقه. آردا یه تکل بعد داوری که دست به جیب شده. کارت زرد دوم برای سرخیو راموس برای 4مین بار در تاریخ رقابت ال کلاسیکو از بازی اخراج میشه سرخیو راموس. این لحظه است که پای سوارز رو زد. حالا بارسلونا در برابر تیم 10 نفره رئال مادرید داره بازی میکنه. توپ میاد روی دروازه، این ضربه و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. توپ نگرفت پای لوئیس سوارز. توپ از نیمار گرفتن. کارواخال همونجوری توپو جلو میبره. موقع بازیکن رئال مادرید خسه میبره به سمت راست. بیل سانت بلند روی دروازه، استاپ سینه و این توپ که دیگه توی دروازه قرار میگیره، دیگه تمومه. گل دوم برای تیم رئال مادرید توسط کریس رونالدو زده میشه. 85مین دقیقه مسابقه. کریستیانو رونالدو حساب کارو 2-1 میکنه به نفع رئال مادرید. قشنگ توی 20 دقیقه آخر رئال بازی رو گرفت. یه بار دیگه با هم نگاه میکنه. کارواخال تیم 10 نفره رئال مادرید. سانت گرت بیل چه استوب سینه ای که با استوب سینه دریبل زد دنی آلوزو. بعد توپ از بین پاهای براوو عبور داد و 2-1 رئال مادرید جلو میفته. لایی خورد. براوو سخت بود تو این شرایط لایی خوردن. کریستیانو رونالدو و خوشحالی همیشگی او 2-1 تیم رئال مادرید رو جلو میندازه. زیزو تیمشو برمیگردونه به لالیگا.